چه ارزشی داره؟ شما که بنا ندارید گوش به حرف من بکنید. قد ملأتم قلبی قیها، حضرت فرمود دل منو پر از خون کردید. قاتلکم الله، خدا شما رو بکشه. دوست داشتم یه نفر از اصحاب معاویه رو میگرفتم و 10 نفر از شما رو میدادم، چون مردمی که اطراف علی ابن ابی طالب بودن اکثرا نافهم بودن. اونها هم نافهم بودن، اونها بلکه نافهمتر از اصحاب علی ابن ابی طالب بودن، ولی اونا به یک چیزی متوسل شده بودن، برای دنیاشون، برای ریاستشون، برای غنیمت بردنشون، برای اینجور کارا به اصطلاح چسبیده بودن، اطراف معاویه رو داشتن. اما اینهایی چی؟ آخه میدونید انسان بدبخت اون کسی است که نه دنیا داشته باشه نه آخرت. اینا میدونستن علی نمیگذاره بیشتر از حقشون اینها بردارن. اینا میدونستن، از اون برم ایمان نداشتن. لذا علی ابن ابی طالب حاضر عوض کنه، چون اونها اگر بیان اقلا برای همین ظاهر دنیا خوب میجنگن. قد ملأتم قلبی قیا. حضرت فرمود که من وقتی که تابستان به شما میگم برید به جنگ با معاویه، شما میگید هوا گرمه باشه، خودی هوا بهتر بشه. زمستان بهتون میگم با این معاویه‌ای که وارد شهر انبار شده، خلخال از پای یک زن ذمیه کشیده شده و به خاطر این جهت که اینجور ناامنی توی مملکتی که علی خلیفه و به اصطلاح حاکم اون مملکت به وجود بیاد، به خاطر این جهت اگر یک مسلمان دق کنه و بمیره به حق مرده، این حکومت در این حکومت اون وقت در تابستان میگم برید با این معاویه اینطوری بجنگید، میگید که هوا گرمه، در زمستان میگید سرده. کسی که از سرما و گرمای هوا بترسه از شمشیر بهتر میترسه.